به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و سلام بر پیغمبر آخر زمان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و ارجمند، امروز با شما درباره نشست و مجالس علم و ذکر صحبت دارم. مجلس علم و ذکر بهترین مجالس می باشد. مجلس پند و نصیحت مجلسی است که در آنجا انسان خدایش را می شناسد. مجلس علم و حکمت مجلسی است که مسلمان در آن ایمانش را قوی می گرداند. مجلس علم و ذکر مجلسی است که در آن از حق و ناحق، از حق و باطل آگاهی پیدا می کند. بیایید در فضیلت مجلس علم و دانش نگاه به حدیثه های جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم و بزرگان اسلام بیافکنیم که در این موضوع چه می‌فرمایند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارکشان می‌فرمایند: ان لله ملائکة سیاره یلتمسون حلق الذکر. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند خداوند ملائکه های دارد که در سیر و گشت می باشند. این ملائکه ها مجلس پند و نصیحت را جستجو می کنند. هرگاهی که این ملائکه ها مجلس را پیدا کردند، نشست را پیدا کردند که در آنجا پند و نصیحت و علم و دانش اسلامی تعلیم داده می شود، در آنجا جمع می شوند و دیگر ملائکه ها را فریاد می کنند که هلم الینا، به اینجا بیاید که پند و تعلیم در اینجا رفته ایستاده است، درس در اینجاست. ملائکه ها در اطراف آنها جمع می شوند و تا به پایان رسیدن این پند و صحبت مجلس ذکر و علم آنها می نشینند. وقتا که مجلس به پایان رسید به نزد پروردگار برمی گردند و خداوند داناست که آنها کجا بودند و چیکار کردند و از آنها باز میپرسد تا برای ما و شما یعنی معین شود اجر و فضیلت. پروردگار میپرسد که ای ملائکه های من، شما کجا بودید؟ ملائکه ها میگویند در زمین بودیم، در نزد بندگانی که جمع شده بودند به ذکر و طلب علم مشغول بودند، به پاکی تو را یاد میکردند و شکری تو را میگفتند و طلب بخشش گناهانشان را میکردند و از تو جنت را طلب داشتند. پروردگار میگوید و هل رأوها، آیا جنت مرا دیده اند؟ میگویند ملائکه ها که نه، جنت تو را ندیده اند. خداوند میگوید اگر جنت مرا میدیدند پس حال آنها چگونه میشد؟ ملائکه ها میگویند البته اگر جنت تو را با آن نوش و نعمت فراوانش میدیدند البته سختتر و زیادتر آن را طلب میکردند. پروردگار میگوید از چه چیز پناه میطلبیدند؟ ملائکه ها میگویند از آتش دوزخت پناه میطلبیدند. خداوند میگوید آیا دوزخ مرا دیده اند؟ ملائکه ها میگویند نه، ندیده اند. الله تعالی میگوید اگر دوزخ مرا میدیدند حال آنها چی میشد؟ ملائکه ها میگویند البته سختتر از آن پناه میطلبیدند و کوشش میکردند که به او گرفتار نشوند. ملائکه ها میگویند و یستغفرونک، پروردگارا بندگانت در آن حلقه درس و در آن حلقه علم از تو بخشش گناهایشان را طلب میکردند. الله تعالی میگوید گناهانشان را بخشیدم و از آن چیزی که پناه طلبیدم آنها را پناه دادم. ملائکه میگوید که پروردگارا در بین آنها شخصی است که برای کار و حاجت در این حلقه علم آمده نشسته است. مقصدی او علم آموختن و دانش آموختن نبود. خداوند میگوید وله غفرت و او را نیز بخشیدم. اولئک قوم لا یشقی بهم جلیسهم. الله تعالی میگوید درس خوانان و درس گیرندگان، پند و نصیحت کنندگان و پند و نصیحت گوش کنندگان کسانی هستند که همنشین آنها بدبخت نمی شود، یعنی همنشین آنها نیکبخت و خوشبخت است و حتی به برکت این بزرگان آن کسی که برای کاری دیگر آمده در اینجا نشسته بود گناه او را نیز بخشیدم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم
در حدیث مبارکشان میفرمایند من سلک طریقا یلتمس به علما سهل الله له به طریقا الی الجنه. رواه مسلم. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند هر کسی که راه طلب علم را پیش میگیرد، الله سبحانه و تعالی راهی به جنت بردن او را پیش میگیرد. یعنی او را به کارهای مشغول میسازد که به جنت مشرف میشود. دوستان عزیز، این مجلس علم و مجلس درس مجلسی است که ما و شما را به جنت میرساند. اما مجلس های فساد و فحشا مجالسی است که انسان را به دوزخ میرساند. برای همین هم دوستان عزیز، جوانان ارجمند، خواهران عزیز، از چنین مجالسی که در آن گناه است، فساد است، فحشا است، غیبت است، تهمت است، گپ‌های بیهوده است، خود را دور بدارید و به مجالس علم و فرهنگ و کار و دانش بپیوندید تا اینکه دنیا و آخرت خود را آباد کرده توانید. الله سبحانه و تعالی درباره کسانی که به مجالس علم میشینند و علم و دانش را از خود میکنند و درباره کسانی که از علم و دانش خود را محروم نموده اند میگوید در سوره زمر آیت 9: استعیذ بالله هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. آیا برابرند کسانی که میدانند، یعنی عالم شده اند و از علم و حقیقت با خبرند، و کسانی که چیزی نمیدانند، از علم بخبرند، از عقیده مسلمانی بخبرند، خود را نمیدانند که برای چی آفریده شده است و عاقبت خود را نمیداند که چیست و نمیداند که از کجا آمده است و به کجا می رود. هرگز برابر نیستند. یعنی مرتبه آن کسانی که علم به آنها نصیب شده است بسیار بلند و بزرگ و بالا است. خداوند ما و شما را از آنها بگرداند. و یکی از بزرگان اسلام و یکی از حکما و عباد، مالک ابن دینار رحمه الله، به دوست خود نصیحت کرده میگوید لأن تنقل الاحجار مع الابرار خیر من ان تأکل الخبیث مع الفجار. میگوید اگر با نیکان سنگ بکشی، این سنگ کشیدن با نیکان بهتر است از خوردن حلوا با بدان. یعنی با نیکان سنگ کشیدن بهتر است از خرما خوردن با بدان. یعنی ببینید بینندگان عزیز و ارجمند که نشستن با علما و حکما و خدا ترسان و پاکان و بزرگان چقدر ثواب و فضیلت زیاد دارد، زیرا که ما با آنها نشستیم علم و دانش را می آموزیم. وقتا که انسان با جهلا، با مفسدین، با گمراهان می نشیند، از گمراهی آنها عجب نه که در گمراهی و یا فتنه گرفتار بشود. به همین خاطر دوستان عزیز و ارجمند همیشه کوشش کنید در صحبت‌های علم و دانش پند و نصیحت، امر معروف و نهی منکر و ذکر الله باشید تا سعادت دنیا و آخرت نصیبتان گردد. تا برنامه‌های آینده در پناه و امان خدا باشید.